کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسان خبر داد که روزهای 21-22 ایول سال 2023 در یک قطار ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت سوخت و ناحیه‌های تابع جمهوری خطر آمدن سیل‌ها بر اثر آب شدن پیریخ‌ها باقی میماند. در حوزه دریای پنج باشد بالاروی سطح آب در نظر داشته شده است. کمیته همچنین از اهالی خواهش میکند که هنگام حرکت در راه‌های کوهی و عقبه ها، هنگام غنچین هیزم و گیاهای کوهی، ماهیداری و شکار احتیاط کنند. ساکنان نواحی کوهستانی و دامن کوهها هنگام چارواچرانی در نزدیکی های ساحل آبها نیز باید وابسته به وضع احتیاط نمایند. کمیته همچنین از اهالی خواهش میکند به خاطر پیشگیری از خطر سیل ها سر وقت جوی بارها، کانال‌ها و سیل راه‌ها را از هر گونه خس و خسپارها تازه کنند تا به سیل بی ممانعت به مجرای خود جاری شود.